این نقشه کره زمین در حال حاضره، یا بهتر بگیم این شکل امروز زمینه، چون خشکی‌های زمین همیشه این شکلی نبوده. اجازه بدین 300 میلیون سال بریم عقب‌تر ببینیم این خشکی‌ها چه شکلیه. به این رسیدیم: ابرقاره پانگئا یا به انگلیسی پنجیا. این ابرقاره 100 میلیون سال همینجوری باقی میمونه، بعد شروع میکنه از هم باز شدن و جدا شدن و از اون به بعد دیگه نمیتونستی به کره زمین بگی تک قاره، چون قشنگ داشت از هم جدا میشد. نه اینکه مثل امروز به 7 تکه، اول به 2 تکه تقسیم شد و 2 تا خشکی بزرگ تشکیل شد، یکی لوراسیا و اون یکی گوندوانا. لوراسیا برای این بهش میگن که این خشکی بعدها تبدیل شد به قاره آسیا، قاره اروپا و حتی آمریکای شمالی. قاره گوندوانا هم که بزرگتر بود، آمریکای جنوبی، آفریقا به اضافه شبه جزیره عربستان، هندوستان، استرالیا و قطب جنوب رو تشکیل داد. پس این 2 تا ابرقاره به مرور زمان تبدیل شد به 7 تا قاره و انسان صدها سال این 7 تا قاره رو میشناخت. اما به تازگی 8مین قاره پیدا شده، ولی اون قاره ای نیستش که شما میشناسید. یک خشکی غول‌پیکره که 94% زیر آبه، فقط 6% بیرونه. اونم اینه، نیوزیلند. اسم این قاره رو زیلندیا گذاشتن. مساحت این برآمدگی زیر آب 4,900,000 کیلومتر مربعه. در قرن 17 اروپایی‌ها همیشه دنبال این بودن که زمین جدید پیدا کنن و صاحب بشن. هلندی‌ها هم خیلی دنبالش میگشتن. اونها تو نوشته‌هاشون نوشتن نیمکره جنوبی زمین خیلی خشکی کم داره و ما هنوز پیداشون نکردیم. قاره استرالیا رو هم همین هلندی‌ها پیدا کردن. اونها استرالیای به این بزرگی رو پیدا کردن، اما بازم تو نوشته هاشون نوشتن باید خشکی های بیشتری هم تو نیمکره جنوبی وجود داشته باشه. اونها موقعی که اندونزی رو صاحب شده بودن، اونجا رو کرده بودن پایگاه خودشون و از اونجا حرکت میکردن به طرف جنوب و شرق تا زمینهای بیشتری پیدا کنن و استرالیا رو پیدا میکنن. اما 36 سال بعد از کشف استرالیا، اونها بالاخره موفق میشن در سال 1642 یک خشکی جدید و نسبتاً بزرگ پیدا کنن، نیوزیلند یا زلاند نو. وقتی کشتی‌های اینها رسید به نیوزیلند، همه ناراحت شدن و گفتن باز اشتباه جهت‌یابی کردیم و دوباره رسیدیم به استرالیا، در صورتی که اونجا استرالیا نبود. و اونها خیلی زود این موضوع رو متوجه شدن، چون بومی‌های اونجا بهشون حمله کردن. اینها هم بیرو درواسی به توپچی گفتن با توپ بزنشون. توپ که شلیک میکنه بهشون، اونها ندیده بودن همچین چیزی تا حالا، وحشت زده فرار میکنن. هلندی‌ها هم میبینن اگر بمونن اینجا خطرناکه و سوار میشن میرن. هلندی‌ها بالاخره با نیروهای بیشتری برمیگردن و زلاند نو رو صاحب میشن. اونها متوجه نشدن که هدف اونها درست بوده و درست تشخیص داده بودن که نیمکره جنوبی باید خشکی‌های بیشتری داشته باشه، ولی اونها نفهمیدن که 96% زلاند نو رفته زیر آب و تازه تا 4 قرن بعدشن هیچ کس نفهمید که زلاندیا چقدر بزرگه. بالاخره در سال 2021 اونم با کمک ماهواره‌ها مشخص شد که این زیر یک خشکی بزرگه. همون موقع گفتن این یک قاره است و اسم زیلاندیا هم بهش دادن. این قاره 8م دنیاست، اما هنوز نه به صورت رسمی. شاید بگین این که بابا زیر آبه و مهم نیست، در صورتی که اینجوری نیست، چون این خشکی داره آروم آروم میاد بالا و نیوزیلند هم با وجود اینکه بالاترین نقاط این خشکیه، اونم داره میاد بالاتر. برای همینه که به زیلاندیا میگن جوانترین قاره کره زمین. حالا چرا جوان‌تره؟ برای اینکه پانگیا یا همون پنجیا خشکی‌هاش خیلی قدیمی تر از اینه. با اینکه پانگیا حدود 300 میلیون ساله که از هم جدا شده، اما سنش خیلی بیشتر از این حرفاست که میلیاردها ساله. ولی قاره زیلاندیا تازه هنوز درست به دنیا نیامده. یه تیکش فقط از آب اومده بیرون، بقیه‌اش هنوز اون زیره که داره میاد بیرون.
و برای این به این خشکی میگن جوانترین قاره، چون فقط 550 میلیون سالشه، در صورتی که خشکی‌های دیگه سنشون به میلیارد میرسه. شاید بعضیا بگن این که آقا جان قاره نیست، این کف اقیانوسه که پستی بلندی داره، ولی اینجوری نیست. زمین شناسان میگن این پستی بلندی خیلی با کف اقیانوس فرق داره، چون زیلاندیا برخلاف بستر اقیانوس با سنگ آهک و گرانیت ساخته شده و داره میاد بالا. یک کف اقیانوس عادی همچین چیزی دیده نمیشه. پستی بلندی های کف اقیانوس بیشتر از بازالته، نه از سنگ آهک و گرانیت. و یک مدرک دیگه ای که این یک قاره است اینه که کاملا به نیوزیلند متصله و همین جوری یه چیزی وسط اقیانوس نیست. زمین شناسان تشخیص دادن که نیوزیلند به استرالیا چسبیده بوده. به این دلیل متوجه شدن که در نیوزیلند امروزی فسیل‌های دایناسور پیدا شده. مشخصه که به استرالیا متصل بوده. وقتی خشکی گوندوانا از هم جدا میشه، 4 تا قاره شکل میگیره. البته به اضافه خشکی هند و شبه جزیره عربستان. قاره آمریکای جنوبی، قاره آفریقا، قطب جنوب، استرالیا از همدیگه جدا میشن و این وسط خشکی عربستان و هند هم میچسبن به آسیا. همین چسبیدن این دو خشکی به آسیا در ایران باعث میشه که رشته کوه زاگرس شکل بگیره و در شمال هند هم باعث میشه که هیمالیا و کوهستان‌های اطرافش شکل بگیره. در اینجا از استرالیا هم یک تکه جدا میشه. اون تکه همین نیوزیلنده که بیشتر از 90% هنوز زیر آبه. زلاند نو با وجود اینکه از استرالیا جدا شده، اما حیواناتش با استرالیا فرق داره. مثلا یک پرنده در نیوزیلند زندگی میکرده که اسمشو گذاشتن فیلمورغ. این یه چیزیه بین کاسووری استرالیا و ایمو شترمرغ استرالیایی، ولی بزرگتر و قوی‌تر. البته الان نیست، چون همین 800 سال پیش منقرض شده. یک پرنده عجیب دیگه وجود داره که در هیچ جای دنیا نیست بجز نیوزیلند. پرنده کیوی که خیلی نزدیک به مرغه، اما مرغ نیست. قیافش هم عجیب و تکه. گوشتش هم مثل مرغ میمونه. تا چند وقت پیش هم میگرفتن، میکشتن و میخوردن. اما دولت زلاند نو دید داره منقرض میشه. نمیخواستن مثل فیل مرغ اثری از این نباشه. برای همین شکارش رو ممنوع کردن. در هر صورت قاره زلاندیا از آب بیرون خواهد زد، اما نمیدونیم چند میلیون سال دیگه. زمین یک موجود زنده است و همیشه در حال تغییره. شما فکر میکنید این تغییرات الان متوقف شده؟ به هیچ وجه. حرکت‌ها ادامه داره، ولی ما به چشممون نمیبینیم. مثلا صفحه عربستان همیشه داره به فلات ایران فشار میاره. همینطور به صفحه آناتولی که باعث زلزله ترکیه و سوریه شد. فشار عربستان به صفحه اوراسیا باعث میشه که عرض خلیج فارس سالی 3-4 سانتی متر کوچکتر بشه. از اون طرف عرض دریای سرخ پهن‌تر و پهن‌تر میشه. البته این حرکت‌ها دردسرهای بزرگی هم ایجاد میکنه. یکی از مهمترینش زلزله. اگر میخواین حرکت زمین که باعث زلزله ترکیه و سوریه شد رو ببینید، این کلیپ تو آنتن هست. چرا زمین میلرزد؟ در هر صورت این تغییرات رو یا بیرون اومدن خشکی زیلاندیا از آب به چشم ما دیده نمیشه، چون فقط سالی چند سانتی متره. ما فقط مشکلاتی که ایجاد میکنن رو میتونیم ببینیم. زلزله ها و حاصلشون سونامی ها.